چهار مضراب بیات اصفهان اثر استاد فرهنگ شریف. این چهار مضراب که یک چیزی بین چهار مضراب و رنگ تند هست، در بخش‌های شبیه به چهار مضراب میشه و در بیشتر بخش‌ها به رنگ شبیه هست، در محدوده درآمد اصفهان شکل میگیره و یک بخش‌هایی به سمت عشاق میره، اما عشاق رو به طور کامل معرفی نمیکنه و بعد سریع فرود میاد. دانگ‌هایی که در این قطعه به کار رفتن، یکی دنگ سول لا کورون سی به کار دو، دنگ چهارگاه هست، دو ره می بمول فا دنگ دشتی، همزمان دنگ شور ره می کورون فا سول و دنگ دشتی فا سول لا بمول سی بمول هم وجود داره در این قطعه. در این قطعه جاهای خیلی ظریف اشاره ممکنه به بیات راجع بشه، اونم در انتها که زیاد ماندگار نیست و دوباره برمیگرده به درآمد. علامت مایه نما می بمول لا کورون. اصفهانی که میزنیم اصفهان دو هست. کوکتار دو سول دو، سیم اول برابر با بی در نظر گرفته شده. بم دو 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 بم 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 سی دو بم بم سی دو دو ره سی دو سو 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 لا سی دو لا سی دو دو ره سی دو سو 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 لا سی دو لا سی دو دو ره سی دو دو ره دو می ره دو سی دو ره دو سی دو سو 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 دو ره دو سی دو ره سی سی دو دو سو 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 سی دو سی لا سی لا لا سی لا سی سو سو فا لا لا سو سی سی لا دو دو سی دو سی دو سی دو ره دو سی دو دو ره دو 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 سی دو دو ره دو دو بم دو سی دو دو بم دو ره دو سی دو می فا سو سو فا فا می فا سا می ره ره می ره ره دو دو ره ره می فا سا می ره ره می ره ره دو دو ره ره دو دو سی دو دو بم دو ره دو بم دو سی دو دو سی
سی دو دو بند و سی دو دو بند و سی دو دو بند و سی لا سو سو بند و سی دو دو بند و سی دو دو بند و سی لا سو سو بند سو لا سو لا سی لا سی دو 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 بند و سی لا سو سو بند سو لا سو لا سی لا سی دو 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 بند و ره دو دو بند و سی دو دو بند و ره دو دو بند و سی دو دو بند و ره دو میره دو میره دو دو بند و سی دو دو بند و سو دو سو سو دو سو سو دو سو سو فا فا می میره فا می میره ره دو سی ره دو سی sol sol do si do si do si la si la sol la si la si do sol sol si la si la si la sol la sol 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 la si la si la la sol la si la mi fa sol la sol fa la sol fa mi fa sol la sol fa la sol fa do si la mi fa sol la sol fa la sol fa si la sol la la sol fa mi fa sol la fa sol 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 fa mi re mi fa sol mi fa 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 la la sol fa mi fa sol la fa sol 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 fa mi re mi fa sol mi fa 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 mi re do re mi fa re mi re do si do re mi do re do si do si do re si re do mi fa mi re do re mi re do si do si do re do si si la si do re do re do re do re do do mi mi re do si re si do si do re do do si do si do si do. ابتدا از ضرب بالا قطعه رو شروع میکنیم. ابتدا یه سکوت سیاه داریم. سکوت دو 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 آخری چپه دو دو بم 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 بم. این پایه اصلی مونه. راست چپ راست 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 چپ. حالا یک پایه دیگه شروع میکنه بم 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 سی. راست چپ راست 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 که سیاه پژواک دارم به دو. تریل در این کتاب وقتی کنارش خط فاصله نوشته شده به معنی پژواک هست. بم 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 سی. حالا پایه جدید دو بم بم سی دو دو ره سی دو. از جمله معرفی شکل گرفت. حالا میخواد بر اساس همین جمله تغییرات شکل بده. سو 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 لا سی دو لا سی دو دو ره سی دو. ره چپ بود. باز پژواک رو سی رو میبینیم. دو دو ره سی دو. در اصل میشه حالت ترجیباً. تغییر بیشتری میده. سو 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 لا سی دو لا سی دو دو ره سی دو دو ره دو میره دو سی دو ره دو سی دو. یک واریاسیون شکل داد. حالا میاد در پایین یک اکتاو بالاتر از این قسمت تکرار میکنه. سو 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 دو ره دو سی دو ره سی سی دو دو. روی سی ویبره داریم. اینجا هم که میگیم دو ره دو سی دو ره راست چپ راست 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 چپ سی سی دو سو. یه پله عقب‌تر سو 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 سو. این دوتا های سول حالت خفه کردن اجرا میشه. استکاتو سی دو سی لا سی لا راست چپ راست 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 چپ لا سی سی لا چپه سی. بعدش سو سو فا لا سو. این اشاره دارم به جلو. دوم میاد رو لا. دوم میاد رو سی 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 لا. دوم میاد روی دو 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 سی دو سی دو سی. راست 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 چپ راست چپ سی. بعدش میره بالا جوابشو میده. دو ره دو ره دو سی. ره چپه راست چپ راست راست چپ راست راست راست. همین حالت دو ره دو دو بم دو سی دو راست چپ راست راست چپ راست 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 راست. بسته بیشتر میده. دو ره دو ره دو ره دو دو بم دو سی دو بم دو ره دو ره دو ره دو سی. ستایی راست چپ راست بودن. از افتک ضرب بالا شروع میکنیم. از می فا راست چپ سو سو فا فا می فا سو می ره ره می ره ره دو دو ره. به تحریرهای نشیب میگیم که با حالت زیر و رو بیان شده. یه پله عقب‌تر از ره می راست چپ فا سو می فی ره می فی ره دو دو ره دو دو سی. اشاره ها به جلو رو میبینیم که معمولا برگشت سوم صورت میگیره. دو دو بم راست چپ راست دو ره دو بم دو سی دو سی دو دو بم دو سی دو دو بم دو سی دو دو بم دو سی لا. اینا وسطی ها چپ بودن تا اینجا که میگیم دو سی لا میشه راست راست چپ.
دوباره راست چپ راست سول سول بند دو سی دو دو بند دو سی دو دو بند دو سی لا راست راست چپ. دوباره راست چپ راست سول سول بند. بقیه حالا دو راست چپ سول لا سی لا سی دو 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 بند راست چپ راست دو سی لا راست راست چپ سول سول بند راست چپ راست سول لا سی لا سی دو دو راست راست چپ راست چپ راست چپ دو دو بند راست چپ راست دو رنگ دو دو بند راست چپ راست دو سی دو دو بند دو رنگ دو دو بند دو سی دو دو بند دو رنگ دو میره راست چپ راست دو دو بند دو سی دو دو. می‌بینیم که در اینجا یک واریاسیون خیلی جالب با ترفند خیلی خوب توسط استاد شریف در روی تم دو سی دو 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 سی دو داره شکل میگیره و روی این پایه. بعد از این میایم به سمت سول دو سول دو راست چپ سول دو سول دو راست چپ سول فا سولا رو میتونیم به لا بمول هم اشاره بدیم. حالا یه پله پایین‌تر فا می ره دو سی ره دو سی دو ره دو سی دو. بعد از یک میزان سکوت میگیم سول دو سی سوم یا دو رو میگیره دو سی لا سی سول لا سی دو. این همه راست چپ بودن. سول سی لا یه پله پایین‌تر سی لا سول راست چپ راست سول آزاد لا سی تیریل داره لا انگشت اول من لا سی لا سول سی لا راست چپ کمان. بعد از یک سکوت آفتک شروع میکنیم می فا سول فا. اینجا فا میتونه ویبره هم اجرا بشه. می فا سول فا تکرار که شد. بعد میگه دو سی لا جوابش در پایین با پژواک روی لا کرون. دوباره بالا اینجا حالت اشاق هم شده چون میکرون شده. می فا سول فا انگشت سوم روسی یه پله عقب‌تر جواب میده سی لا سول. بعدش روی لا پژواک داریم لا سول فا می راست چپ فا سول راست چپ راست سول که خفه میکنیم با چپ هم میزنیم. حالا از سول تریل داریم به لا سول فا می ره دوم میاد روی میکرون می فا راست چپ راست فا. این جمله یعنی سوال و جواب دوباره تکرار میشه بدون فای آخر. لا سول فا می فا سول فا می ره می فا. بعد از این از فا همین جمله آخر یک پله میاد عقب میشه فا می ره دو راست چپ ره می فا رمید راست چپ می ره دو سی تریل راست چپ دو رمی دو رد به دو اشاره داریم ره دو سی لا سی دو سی دو همون مزرا بندی ها بود. حالا از می فا می ره دو راست چپ ره پژواک داریم ره دو سی دو ره. حالا ریتارداندو و به تدریج کند کردن دو سی لا سی دو ره دو می ره دو سی لا سی دو ریم دور روی ره پژواک داشتیم ریم دور اشاره است دو سی دو. و در با سرعت 126 اجرا میکنیم. 1 2